یه مدت نبودم دلتنگ شد ها. باز دوباره من اومدم تفریق نه این سری جمع اومدم بعد این همه سال کلم ور اومدم هی میگه استریم چی پیش میکنم اومدم کاری نداره میریم تویچ فقط بپا چت نکنن بولیت بازی یا که لیک شی زنگ میزنم به بیت ساز بگم به اینی که بداری کووید داشت استریمر اول اون حساس چتر میگه اگه رسیدم اینجا از شانسم چت میگه وسط ویدیو هی پاس نده میگه به تو چه حیوانی این کارمه میگم به مادام دیگه کسی اینجا رات نده من نمیدونم چرا تو یوتیوبم ساب کمه لطفا دونیتم کنی چون که جام بعد صندلی میخوام تا دیگه چیزی لام نره فقط ریکورد میکنه یارو عین واکمن هر روز از روز قبلی شاتر کپی برابر اصل ساسی مانکنه اگه کسی برینه میگه این کارو بعد خودش برینه میگه نظرم خوب حقمه استوری میگیره از خودش روزی 100 دفعه یکی یه چیش میشه توی میذاره خدا بعد نره کاتگوری بعدی اون از اینم سمتره ببن بزنم این بعدیش شو سلام من بهترینم تا حالا تو زندگیم جای صفر نریدم تو همه گیمای FPS شترینم دنبال چیتم و جرزنیم مثل خودم یه جا حیف نیدم میگم محمد چقدر خوبی داداش من نویدم امشب یه اسکواد داریم 4 تایی بریم کالاف یا تو جی تی ای کاربازی یا که بریم گیم کژوال کارت بازی من هستم طلبه گیم فانتزی حساب تویچ میگیره میگه خیلی هسکم خدا وکیلی این حق بنده است گذاشت خوب 20 الان دست و بس است ویور گذاشت استریم و بس و در رفاستم خبری نیست مثل مس است کسی جایی نمیره چون ویور خاص است نه که فکر کنی فکر و مغزش بس است به همه نشون میده یه شخص برعکس تو کونه هر کی که قصد بد کرد هر موقع میمیره میگه یکم لک هست میکروفونو میبنده میگه سکس کم که کلا یه جوره مثل سکس برعکس پس تلفن اگه واسمون جون بچه جایت صد نیاز داری به 2 تا سمک چی گفتید ها کجا اومدید شما بیزیچ همتون با هم من تک شما همتون لایک سابسکرایب یاد نره بیزیچ داستانت میکنم ها میام بالا سرت به ارواح حتما نیستید در جنت